سلام خانواده همه فن حریف داریم. گاوه نداشت. بله بعد از 1 ماه بدون فعالیت اومدیم طوفانی انفجاری بریم. فکر نکن. آقا سورپرایز مشکلات ما رو خیلی اینجوری کرده بود اصلا و گوشی این خراب شد، گوشی من خراب شد، جیمیلمون به چخ رفت. خب به انم لب خیلی چی میگی تو؟ چیز میزه زیاد. بریم آقا امروز اومدیم 10 تا از بهترین انیمه های دنیا رو معرفی کنیم که واقعا عجیبه. بچه من از دیپسی میخوام بعضی وقت کلمون اینطوری شد بزنه که این هوش مصنوعی یکم چیزای چرت و پرت زیاد نوشته ولی ما باز هم از این میخونیم چون ما یکم منطقمون زیر صفره. بله منطق نه هوش من زیاد من منطقم یکم پایینه. بریم آقا انیمه دهم قبول شده. بس اینو بگو میدم اینجا یا بخور. آقا ببینیم آقا این انیمه دهممون هست و انیمه ناروتو واقعا جاش اینجا نیست ولی باز از انیمه های دیگه همون حالا چه گفت منطقی نمیشه گفت رتبه بندی شده. اینا انیمه های برترن و به خاطر همین چیز شده میشه این جایگاه ها رو گذاشت. قسمت 322 کل اتک رو میخوره. فکر نکن. خب آقا باش اون قسمت توش هم میفس کرد. انیمه ناروتو آقا ژانر اکشن ماجراجویی شونهن و کمدیه. سال ساختش 2002 ناروتو بوده که 200 زنبور من سال 2002 ناروتو رو ساختم و سال 2007 ناروتو شیپودن. ناروتو خودش ناروتو کلاسیکی که 220 تا قسمت فکر کنم داشته. آره و ناروتو شیپودن هم 500 تا قسمت داره که رو همش 720 خلاصه داشتن و بنال لطفا. ناروتو پسر جوان و یتیم نینجاه که میخواد هوکاگه بعدی روستا بشه. کناها بشه. بعد با دوستاش این را در پیش میگیره، دوستاشو از دست میده، عاشق که از دوستاش میشه، از همون دوستی که عاشقش میشه کتک میخوره. بعد توی حالا اینقدر اسپویل نکن داداش. بس و انیمه بسیار 322 رو حتما بریم آقا بریم انیمه دهم. دو قسمت داره کلاسیک شیپودن 500 کلاسیک گفت اینجا عجیب انیمه نهم وان پیس ژانرش ماجراجویی کمدی فانتزی شونه نظر سال ساختش 1999 هنوز در حال پخشه. 1139 تا قسمت داره. بنال لطفاً چیزشو درستمون مانکی لوفی یه میوه یا میخوره بعد شیطانیه. آره بعد شبیه لاستیک کش میره. آره بعد آقا این میخواد بره یه گنجی به نام وان پیس که ارزشمندترین گنج جهان هست رو پیدا کنه. داداشش میره جز دریایی میشه. به فقط چون داداشش میره. بله دقیقاً همین. آقا بریم انیمه طوفانی. بریم انیمه هایی که تا حالا ممکنه اسمشون شنیده باشیم. What the fuck؟ بریم انیمه بعد. بچه انیمه 8 انیمه کابوی بیباپ. خیلی اسم جذاب. نشستم به در نگاه میکنم. تخیلی تریلر روانشناختی دریچه آه میکشد. بعد سال ساخت 1998 تک فصل 26 قسمت داره. خب بگو خلاصه داستان یک خدمه کشتی فضایی که میخوام بریم گنج بیباب بودم چیزی رو پیدا کنم. گنج بیباب رو شکارچیان جایزه بگیر با گذشته‌های پیچیده و تاریک اصلا در تحقیق مجرمان خطرناک در سراسر منظومه شمسی و میخوام برن آقا اینا شکست بدن. و آقا تمام همین. خلاصه داستان همینه واقعا. چی میگی؟ تمام. ولی واقعا فایت‌های خیلی قشنگی داره، جالبه. من دیدم خودم مثلا موجودات فضایی اینا با اختراعات بکنم جدیدتری وارد بشن. یادم نیست درست خیلی وقت پیش دیدمش. بریم آقا انیمه بعدی با انرژی خیلی خوب با ما بمونید. بریم بعدی. انیمه بعدی مونستر. چه انیمه خوبی است. تریلر روانشناختی دلهرآور معمایی و رازآلود هستش که بسیار جالبه. سال ساخت 2004 3 سال قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر 11 اطلاعات عمومیش کم تیروسان قبول شده. خاک تو سره چیزش هم 74 قسمت داره تک فصله.
آب دارم تشنه دشت آب. کربلا. بعد خلاصه کربلا داستان دشته نمیدونم اختم ولش کن. خب آقا خلاصه داستان دکتر کنزو تما پسرشون نجات نمیدونم یک جراح بریلانته. بعد این زندگی های ایدئال خود را برای نجات یک پسرش جوان به خطر میندازه. سالا بعد پسر تبدیل به قاتل زنجیره‌ای میشه. چقدر اصلا بعد اینطوریه که بعد دکتر تما برای جبران اشتباه خود و متوقف کردن او سفر طولانی و دردناک و خطرناک در سراسر اروپا رو آغاز میکنه. واقعا قشنگه، خیلی خوبه، پیشنهاد میکنم بریم همه نگاه کنیم. انیمش اینطوریه که مثلا تو انتظار داری هیچی نشه آخرش ولی همه چی میشه. What the fuck خب آقا انیمه آب دارم ششممون، انیمه ششم کیماتسو نو یابا دیمون سلیر. بعد انیمه اکشن فانتزی دیگه، تاریک و شوننه. واسه اگه میتونی به این انیمه نخن، به این ویدیو نخن. اگه میتونی به این ویدیو نخن. آبم بخور اصلا. من میخوام آب بخورم تا آخر غلط میکنه. نه نکن. سال ساختش 2019 دیگه، 5 فصل داره، 55 قسمت، 3 تا فیلم سینمایی. خلاصه داستان تانجیرو کامادو میره زغال بفروشه. واقعا میره زغال بفروشه، کارش اینه بره زغال. داره من نمیدونم بابای مرده، آجی بابای مرده. آره بابای مریض شو شده بچه داره ماشاءالله. شاید قبل از سر و سر میداد ولش. 7 تا بچه داره و این بنده خدا میره زغال میفروشه، پول در میاره، غذا میده. بعد یاران از کس. بعد این تانجیرو که رفته زغال بفروشه وقتی برمیگره مینه شیاطین اومده خانواده‌شون خوردن. بعد این میره حالا انتقام بگیره و شمشیر زن میشه که توی سپاه شیطان کش میره. نه شیطان نمیره رو انتقام بگیره، میره خواهرش حالا تبدیل به انسان. این تو خواهر یه بچه داشت، یه بچه کوچیک بوده و وقتی اونو نجات داده خودش تبدیل، ولی باید اونو نجات بده دیگه. اینطوری اون گرفته، یعنی جلوش بعد خودش شیطان شده بدون مرده. بعد بیهوش شده، یعنی اون شیطانه نیاز به خواب داره، نیاز به غذا و این چیزا نداره. آدم نمیخوره. چرا این مرد؟ من همینو میفهمم واقعا. بچه واقعا فایده خیلی قشنگی داره. تانجیرو خیلی آدم خوبیه، برین نگاه کنین حال کنین. واقعا جای کمدی هم زیاد داره. بریم آقا انیمه بعدی، انیمه جوجوتسو کایسن. نه حالم از جوجوتسو کایسن برم میخوره چون تو این لیست بود. نه هستی عاشق جوجوتسو کایسن هم من الان کجا هم تو این دادا بچه چرا لکنت زبون گرفتن؟ این کم گو آقا جان اکشن فانتزی تاریک و ترسه. هنوز فصل دیگه 2 فصل ساده شده، یکی هر دوتا هم فکرم 23 قسمت نه فصل اول 24 فصل دوم 23 داره. آره و فصل سومی هم داره مانگاش ولی کامل شده. اونا که مانگا میخونن کامنت کنن بچه اسپویل کنین. بچه آخر جوجوتسو کایسن فصل 2 یعنی پایان جوجوتسو کایسن فصل 2 یه تو قسمت آخر 1 دقیقه 2 دقیقه تاش یوتا رو ببینید. آره حالا نکنین ولی فصل 3 شخصیت اصلی فقط یوتا. اینطوریه که بعد بگید کم سریعتر بگو. بهترین بدترین پایان انیمه وجود نداره. بله وقت آخر جوجوتسو کایسن رو میبینی یعنی چی؟ چرا شخصیت اصلی یعنی یوجی ایتادوری میاد دستشون بره بالا یه نفس میکشه فکر کردم میخواد ورزش کنه میزنه یا نفرانس میشه و به همین راحت. این انیمه یه قسمت 0 هم داره که سینمایی و یوتا اوکوتسو چیزه شخصیت اصلیشه و واقعا هم جنگ خیلی قشنگ داره. این انیمه سال 2020 ساخته شده. خلاص داستان اینه که ایتادوری یوجی بذار من بگم دیگه یه انگوش به اسم انگوش سکونم میخوره بعد داستانای خیلی خفنی تو دیگه. بعد حالا اون سکونا قدرتشو دست میگیره و جنگش و قشنگترین و تو فصل 2 جنگ شیوبا هستش، منطقه شیوبا. شیوبا نه آقا بریم انیمه بعدی، قسمت انیمه 4 ویلن ساگا. ژانرش اکشن. ویلن ساگا بابا مرتی که انیمه ندیده بچه من برای انیمه مولش 2070 تا انیمه دیدم. بعد ویلن ساگا رو میکنم ویلن ساگا ویلن ساگا. آها بله درست.
خب آقا انیمه بابا ویلن ساگا نیست، وین لند ساگا یه انیمه واکینگیه. بله تو از هم بدار نکن. انیمه ژانرش اکشن درام تاریخی، یه فصل اول سال 2019 ساخته شده، فصل دومش هم کامل شده، در کل 48 قسمت داره و خلاصه داستانش میدونی بگو. به خلاصه داستان پسری به اسم چی بود؟ تورفین. آره که پدرش یه وایکینگ خیلی خفن و پس از مرگ پدرش برای انتقام ارتشی که قاتل پدرش رهبری آن رو بر عهده دارد میپیوند. چه کاری خوب با رهبری وایکینگ خودتون خوب برین بجنگین. چه کاری منطقه انیمه است. بله حقیقتا همینه. بعد این انیمه به تدریج از یک داستان انتقام خشن به یک حماسه عمیقاً فلسفی درباره معنای واقعی جنگ بردهداری و آرزوی ساختن یک سرزمین صلح وینلند تبدیل میشه. این پشت کاجه، بعد کاجه هم چیزاش کاجه، اینو گفت این کاجه و آقا این هر چی که هست. بریم انیمه بعدی. این اینجا رو انیمه فرپن تولد میگیرن. بعد ما چقدر جای بدی اومد. حاجی فرپن آن سوی سفر پایان، ژانرش فانتزی ماجراجویی درامه. سال ساختش 2023، فصل اول به پایان رسیده ولی ادامه داره که 28 قسمت داره. خلاصه داستان فرپن یک جادوگر الف یعنی بچه‌ها یعنی جن، یعنی جوری میشه جن یا مثلا یه چیزایی تو همین مایه ها میشه. بعد که عمر بسیار طولانی دارد. پس از شکست ارباب شیطان به همراه گروه قهرمانان سفر جدیدی را آغاز می‌کند تا به دنیایی را که زمانی که عجله داشت از آن عبور کنند، بهتر درک کنند و با احساسات و ارزش‌های انسانی آشنا شوند. راستی آخر ویدیو یه سورپرایز براتون دارم، اینم نمیدونم، خودم میخوام به صورت غیر منتظره بگم، پشماش قراره بریزه قد جر بخوره. بچه انیمه بعدی که واقعا اسمش اصلا به فارسی اصلا این نمیشه، کیمیاگر تمام فلزی نمیشه، فیلم متال الکتریمی چیز چرت برد. وای بابا اسم انگلیسیشو برات به فارسی نوشته، بعدش هم اون فیلم متال الکمیست نه آلکیمیست برادرهوده. آره بله، حالا همون کیمیاگر تمام فلزی خودمونه. آقا ژانرش ماجراجویی فانتزی تاریخ شونن، سال ساخت 2009، تعداد قسمت‌ها 64 قسمت، تک فصل. خلاصه داستان دو برادر نابغه که نتونستن مادرشون رو با نام‌های ادوارد و آلفونس داره نتونستن مادرشون رو با کیمیاگری نجات بدن، میرن دنبال یه سری سنگا که دیگه اسپویل نمی‌کنیم زیادتر که برین ببینید. فقط میرن دنبال سری سنگ. بچه انیمه اول و آخر انیمه که جزو بهترین هست حمله به تایتان. واقعا بهترینه. این تو بچه باور نمیشه چین اینو ممنوع کرده. واقعا ممنوع. خیلی خشونت آمیزه، افسردگی میاره. بله ژانرش اکشن فانتزی تاریخ درام رمزی میاره ولی همین اونو نزدیک 60 بار نگاه میکنه. آره واقعا بابا نرو تو موهای خوشگلم. رمزورا سال ساختش 2013، فصل اولش تو اون ساعت ساخته شده، فصل و قسمت 4 فصل داره و در کل 94 قسمته. خلاصه داستان بشریت برای محافظت از خود دیوارایی میکشه دوره که تایتانا نیان توشون. بعد ارن میره بعد ارن با دوستاش داره کتاب میخونه، بعد یه یاروی میاد تق دیوارو میشونه و مادرش میکشه. بعد ارن تصمیم میگیره تایتان کش میره به سپاه تایتان کش واسه مغزت به چوخ رفت. به تایتان کش حمله میکنه، میره جزو اونا عضو میشه و میره نفرات دیگر رو تایتان ها رو از بین میبرن. نه بذار بریم حالا سورپرایز تو بگو چی واسه بذار یه جور دیگه خلاصش رو بگم. فصل یک کاسه اینطوریه که ارن رو نجات بدین، از ارن محافظت کنین، اون آینده بشریت. فصل 4 اینه ارن رو بکشین، اون داره بشریت رو بکشه. خب بچه آقا چی بود می‌خواستی سورپرایز چی؟ خب سورپرایز بچه بدترین چالشی که
همین الان و مجازاتی که به ذهنتون میرسه همین الان تو کامنت ها بنویسین. هر چی که بیشترین لایک رو بخوره 3 تا از اونایی که بیشترین لایک رو بخورن انجام میدیم. ولی نه اینکه مثلا بگیم اینو بکن. نه بله. خیلی بد، خیلی بد، از بدتر. خیلی بد. برو بالا. تو یکی بیاد الان بنویسیم چیز تو لخ اینجا بچرخه تو میایم چی کار کنی؟ نه درونت نه. در حدی که مثلا در توانمون باشه. مثلا تو خون خام یا بچه ویدیو بعدی یه ویدیو دیگه نظرشو شما بدید. ربطی به انیمه نداره، یه ویدیو مجازاتی خفن چالشی بدین. آقا حالا اگر بنویسین که دوست دارین یه ربات آموزش بدین، ربات آره اینو بنویسین. چون رباتی که مثلا مسیریاب و این حرفا باشه تو کامنت ها بنویسین. اگه دوست داشتین بگین. بچا لایک، سابسکرایب و زنگوله کنارشاتون نره. کامنت بذارین. چالش حتما بگین. چالش حتما بهم بگین. به من ربطی نداره، این باید انجام بده. تو نظر میدیم نه؟ اصلا گفتم هر دوم باید انجام بده. هر دوم انجام بده. خدا خدا